اگه الان داری این ویدیو رو ببینی احتمالا من هنوز یه یوتیوبر کوچیکم. شاید این ویدیو فقط 20 ویو بگیره، شاید هم تو کمتر، ولی خیلی خوب گوش کن. من این ویدیو رو برای آینده ضبط میکنم، برای روزی که عدد سابسکرایب های این چنل به 10 میلیون برسه. الان چی دارم؟ هیچ. نه تیم دارم، نه دوربین حرفه‌ای، نه استودیو، فقط یه موبایل، یه نور ساده و یه هدف خیلی بزرگ. خیلی گفتن یوتیوب اشباه شده، تو نمیتونی ولش کن. ولی اگه همه قرار بود به حرف بقیه گوش کنن، الان هیچ یوتیوب بزرگی وجود نداشت. من از صفر شروع کردم، از جیب خالی، و آره، مسیر قرار سخت باشه. شاید بهتر شکست ها رو بخورم، ولی هر بار که زمین بخورم یه چیز جدید یاد بگیرم. هیچ کس از اول حرفه‌ای نبوده، هیچ کس کامل شروع نکرده. فرق آدمایی که موفق شدن با بقیه چیه؟ اینه که وسط سختی ها ول نکردن. پس اگه یه روز برگشتی به این ویدیو و دیدن این چنل 10 میلیون سابسکرایب داره، یادت باشه همه چیز از همه لحظه شروع شد. از یه پسر با یه موبایل که فقط یه چیز داشت، باور به خودش. و من قول میدم یا موفق میشم، یا تا وقت موفق نشم دست از تلاش بر نمیدارم. فراموش نکن.